واقعا به این کسب ظلم شد. مشکلاتی که اینجا داریم یکی دو تا نیست، بیش از شاید 100 مورده. تمام بچه‌ها این مشکل دارن. اگه کسی حرف نمیزنه به خاطر اینکه یه جوری گیره یا چک داره، به هر حال کسبه امروز مشکل دارن. همین الان پشت دوربین 20 نفر وایسادن، از واهمه این که کاغذی دستشون نیست نمیتونن بیان جلوی دوربین با شما صحبت کنن. قبل از هر چیزی اول وضعیت پاساژ رو نشون بدید، وضعیت موقعیتمون رو نشون بدید، ببینید چه وضعیتی برامون پیش اومده. آتش سوزی رو نشون بدید، فاجعه رو نشون بدید. این پاساژی است که تو این طبقه یه دونه کپسول آتش نشانی نبوده. اگر این پاساژ وسط روزی اتفاقی آتش سوزی انجام بشه، اینجا اصلا فاجعه انسانی اتفاق میفته. یعنی اگر اینجا آتش بگیره یک کپسول، یه شلنگ آبی که بشه استفاده کرد. الان جدیدن حریم بیرون پاساژ هم که اومدن بستن، دو جداره کردن که خود این باعث شده که باز آتش سوزی تشدید پیدا بکنه. تو مغازه‌تون اصلا سیستم اطفاء حریق داره؟ تو پاساژ اصلا همین چیزی هست؟ نه خیر، تو مغازه نداریم، تو پاساژ هم نداریم. واقعا فکر کنم علایالدین کلا آتش گرفت. چون میدونستیم که همیشه دلهوره‌ای که داریم برای این چیز همیشه میدونیم یه اتفاقی میفته بالاخره اینجا. اما زندگیشون بوده سوخته. کسایی هستن که اینجا مستاجرن، تمام زندگیشون هم گذاشتن، سرمایه کردن، دارن کار گوشی میکنن. چقدر بهتون فکر کنین ضرر خورد؟ دوباره فکر کنم 340 میبینید دیگه چه وضعیه. این سقف من جنسان بیرون داره خوش میشه. کاش اینجا آتیش میگرفت فکر کنم راحت‌تر بود، به جای اینکه آب همه جا رو برداشته. آب که خودتون میدونید خرابیش بیشتر داد. واقعا بچهای اینجا نمیدونن که شب صبح که میرن منزلشون، آیا شب که میرن منزلشون، آیا صبح که میان مغازه واسهشون مونده یا نه. نزدیک الان 5 میلیون جنس من اینجا بود، همش چیز شده. انگار مثلا به درد نمیخوره دیگه. میگم کاش میسوخت که حداقل میگفتم دور. جلوی هر مغازه اومدن کرکره گذاشتن. در خیابون نیست. اینجا اینقدر سرقت شده، اینقدر ناامنیه. خود این کرکرات تو آتش سوزی امروز باعث شده خسارات زیادی به کسب بخوره. اینجا رو متاسفانه اسمشو گذاشتن پله اضطراری، یعنی انتهای پاساژ نه راهی به بیرون داره و هر کی که بیاد اینجا تو حالت معمولی اینجا گیر میفته و کنارش هم یه دونه شوتینگ گذاشته که بعدتر اگه آتش زبونه بکشه دقیقاً از همین شوتینگ زبونه میکشه. بعضی از راپله ها رو بسته مغازه کرده فروخته. مالیاتش رو کجا دارن میدن؟ به کی دارن میدن؟ اداره مالیات تو جریان خرید و فروش و نقل و انتقالات و اجاره هست یا نیست؟ اونم الله اعلم. بنزلی که دارن میسازن اگه اشتباه کنم شهرداری خط میزنه. چطور ممکنه سه طبقه پارکینگ اینجا به واحدهای تجاری تبدیل بشه و فروش بره و خیلی راحت شهردار منطقه 11 گفت اگر مشکلی دارید رئیس دفترشون فرمودن که اگر مشکلی دارید برید قوه قضاییه شکایت کنید. شارژایی که قبلا بهشون دادیم هیچ رسیدی من ندارم. الان ایشون میتونه هر ادعایی بکنه. اینجا شارژ ماهی 200,000 تومان پول شارژ میگیرن. ماهی 200,000 تومان برای هر کدوم از واحدها. یعنی چی؟ یعنی 1000 تا واحد 1200,000 تومان ضرب در 12 کنید، این میشه پول شارژی که مسئول پاساژ یا مالک پاساژ داره دریافت میکنه. فقط 200,000 تومان شارژ میگیره. 200,000 تومان شارژ میگیره. اما 200,000 تومان شارژ میگیره. این خودت تلفن من خریداری کردم ولی به اسم من نیست. یعنی چی؟ یعنی به اسم ایشونه. هر وقت پولشو شما دادید به نام کسی دیگه. بله، به اسم خود صاحب پاساژ. خطی ما مخابرات اینجا میتونید دارید از مخابرات ناحیه پیگیری کنید و اونها هم شاکی هستن. خطی 700 تا 1 میلیون تومان حالا بوده، حالا نمیتونم بگم، بین حداقل 500 تا 1 میلیون تومان این خطا رو دارن میفروشن. خط 50,000 تومانی رو. سرقفلیایی که خریدیم رسید بابت سرقفلی ما رو که اینجا نداده به کسی. نقل و انتقالی که انجام میشه خودش مبلغ 500 میلیون تومان مغازه رو میفروشه ولی از کسب وقتی میخره 120 میلیون تومان میخره. الان ایشون بخواد اینجا قیمت بذاره میگه آقا 150 تومان بیشتر نمیخرم. حالا خودش 350 میفروشه کاری نداره. ما اینجا تهویه مطلوب به طور کلی تو پاساژ نداریم. سیستم گرمایش سرمایشمون خیلی اذیتمون میکنه. سیمکشی ساختمون مشکل داره. چندین بار فیوزا همشون آتیش گرفته. پله اضطراری هم که اینجا تهویه شده که ادعا میکنن پله اضطراری، پله‌ای که معمولا بچه‌ها رو میکشه به قعر آتش. اگر آتیشی باشه به فضای بیرون از پاساژ ارتباطی نداره. من 3 هفته است بهشون گفتم بابا زشته یه دونه آشغالی از این پلاستیکیا بذاریم اینجا، مردم
تو گونی نریزن. فکر می‌کنم 2 سال ما درگیریم، یعنی ما هیئت مدیره تو پاساژ می‌خوایم که مدیریت بکنه، این اجازه رو به ما نمیدن و هیچ جا هم نتونستیم جوابی بگیریم تو این 2 سال. خب نمیشه آقای این اومده اینجا سابمیل که خب باشه، ولی خب بالاخره هیئت مدیره باید بزنن اینجا بتونن رسیدگی بکنن. این خود آقای برای خود آقای پاسخ آقای رئیس جمهور که زحمت کشیدن برای من فرستادن. اینا رونوشتش خورده به دکتر آقای مهندس چمران و